توی دوره میمدین وزارت ورزش و اینا رو میزدین و اینا. ما حق داشتیم واقعا. استقلال اون تایم بهش ظلم شد. مربی بهترین مربی داشتیم به اعتقاد من. این مربی فراری دارن. دوره استقلال خیلی جذاب بود اون روزا بازی. اون ما استراماشانی داشتیم، تیم اصلا به نظرم یه لول بالاتر از سطح ایران داشت بازی میکرد و منم به عنوان کاپیتان وظیفه داشتم بیام صحبت کنم. ولی بازیکنان اون زمان استقلال خیلی اعتماد به نفس خوبی پیدا کردن، یادمه خیلی چفت شد تیم و خیلی تیما رو اذیت کردن. به نظر من استقلال خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه، یعنی یه مش جوان آورده. واقعا من دلم بخواد که فرستم اینجوری بود. سلام منو برسون مثل یه داوش، بگو زندگی جهنمت خوبی تو بهش، بگو به پرسگاه حال ما زنده ها رو، بگو بگه وضع ما رو اگه دید خدا رو، بگو از آن ما به وقت بی کسی آدم هست همیشه تو ما